دیگه آب کف استفاده کنه. تا کجا لجبازی من نمیدونم واقعا. میدونید اسکندری وقتی بچه بود از یک مشکل عقب ماندگی ذهنی رنج می‌برد. بابا باش رفته بود میوه فروشی، 5-6 سالش بود. هی دست دراز میکرد این موزا و توت فرنگی ها رو برمی داشت میخورد. میوه فروشی، هی نگاه میکرد، هی خیشتنداری میکرد، هی خودش رو کنترل میکرد. بعد دید نه کار داره خطرناک میشه. 6-7 کیلو موز و توت فرنگی رو خورد. یهو دادش در اومد. بسه چقدر موز میخوری؟ باباش برگشت گفت آقا جان ببخشید این پسر من عقب مونده است نمیفهمه. گفت مرد حسابه اگه عقب مونده است چرا پیاز نمیخوره؟ همه موزا رو خورد. چی بگیم به این آخر؟ چی بگم از قضاوت کردن‌های عجولانمون. من هنوز برنامه‌مو شروع نکردم چون که کلاس‌های ذهن خوانی رو رفتم. اذهان شما خوبان رو که اینجا آنالیز میکنم میبینم که هنوز هیچی نشده دارید منو قضاوت میکنید. قضاوت عجولانه کاریست بس اشتباه. جای دوری نمیرم، از همین اسکندری خاطره میگم. اسکندری میگفت من قبلنا در ماست موسی رو لیست میزدم برای لذتش، گفت اما الان لیست میزنم برای قیمتش. میگفت مسئله فرق کرده. بدبختی یکی دوتا نیست. خود من تا هفته قبل فکر میکردم که هوا مجانیه تا این که رفتم یه چیپس خریدم. دیدی؟ یه پاکت هواست 2 تا چیپس هم ملق میزنه وسطش. اما اجازه بدین یه خط سنتی میخونم به جون خودم آقای اسکندری. اگر در این مرحله من از دوستان نمره قبولی بگیرم، بعد از اون دیگه این سالن و این بازار دنیای نور انفجر ینفجر و انفجار. این صیغه مبالغه است. صیغه های دیگر هم که خودت بلدی. بله بریم یه خط سنتی. استاد جواد زلفنون تکنوازی میکنه و بعد شهرام ناظری قطعی رو برای شما خواهد خوند. خوب به من توجه. یک شب آتش فرنه زانی فتاد. بسیار متشکرم. خب اجازه بدیم شلوغ نکن اصغر. اشاره کردن که وقت بنده تمام هست. شما خسته شدین؟ الکی میگی؟ یعنی میگی برنامه رو ادامه بدم؟ زنجیر منو بافتی، پشت کو انداختی، بابا اومده. منم نمیدونم، فقط یه لحظه احساس کردم من خاله شادونم دارم برنامه اجرا میکنم. انقدر که زیبا صدای کودک درونتون رو دریافت کردم اینجا. اتفاقا خاله شادونه یکی از موفق ترین مجریان کودکه. همیشه برام سوال بود اسکندری، میگفتم خاله شادونه چه کار میکنه بچه ها مثل موم تو مشتشن و اینقدر به کارش مسلط؟ خاله شادونه وقتی میاد روی صحنه خودش رو اندازه بچه ها کوچولو میکنه. خدا میدونه از لجبازی مونه در طول یک فصل فوتبال طرفدارای آبی و قرمز تو سر و کله هم میزنن، انتهای فصل سپاهان میره قهرمان میشه. این همه الکی داد و فریاد. دخترها بهترن یا پسرها؟ دخترها بهترن یا پسرها؟ احسنت. دخترها نسبت به پسرها انسانهای بسیار قانعی هستند. بله، چرا که دخترها هیچ چیز از خدای بزرگ نمیخوان الا یه شوهر خوب. اما به بحثی که اونو به دست میارن دیگه همه چی میخوان از اون بدبخت. اون بعد بره جور کنه. به یه دختری گفتن شوهر چند حرف داره؟ گفت اگه پیدا بشه که حرف نداره پیدا نمیشه. خیلی خیلی خوشحالم که آقای اسکندری به عنوان یکی از خلوص‌ترین مجریان تلویزیون کنار ما. قیافت شبیه پیراشکی میمونه، خیلی جذاب و دوست داشتنی. اما بگذاریم. خب خیلی خیلی خداوند رو شاکرم که باز یک بار دیگه فرصتی استثنایی رو نصیب حقیر کرد در جمع دوست داشتنی و فریخته شما خوبان بیام. شمایی که انتخابی درست دارید برای برگزیدن یک بازار سالم و موفق و میایید اینجا خریدهای بسیار ارزشتون رو انجام میده. من تشکر میکنم از
مدیران این مجموعه که فکر بسیار بالایی دارن. مدیری که فقط به سود فکر میکنه مانند بازیکن تنیسی میمونه که عوض این که به توپ نگاه کنه چشمانش فقط به تابلوی امتیازاته. اما مدیران اینجا به سود فکر نکردن، بلکه شادی و خوشبختی و شادکامی شما را هم در نظر گرفتن و امشب قرعه کشی بسیار ارزشمندی را هم انجام میدن. به افتخار این عزیزان که شادی شما را خواستن تقدیر شایسته به عمل بیارید. خستگی از تن و بدنشون بره بیرون. یه خاطره تعریف میکرد دیگه از رفقا، میگفت که پشت چراغ قرمز بودم، یه راننده وانت اومد از چراغ قرمز خیلی راحت رد شد. ماشین پلیسم اون ضلع چراغ قرمز وایستاده بود، صحنه رو دید. سلی بلنگو رو برداشت گفت راننده وانت پیکان، راننده وانت کجا داری میری؟ میگه راننده وانت هم بلنگوش برداشت گفت دارم میرم خونم. به همین راحتی خیلی ساده از کنار مسائل رد میشن. دنیای نور، اینجا دستا رو خیلی خوب زدن، جشنی عالی برگزار شده، مراسم گلباران رو انجام میدیم. خواهش میکنم یه دسته فوق العاده زیبا به افتخار آقای داوودی، صدا بردار این مجموعه که صدای فوق العاده عالی و فنی رو تقدیم شما کرد، بزنید تا بریم سراغ هلیکوپتر. آقای ریبندی عزیزم، خدا میدونه دل این دوستان و یاران و خانم‌ها آقایون شاد شد. خدا دلتو شاد کنه.